امروز میخوایم بریم ببینیم که چجوری میشه نون لواش درست کرد روی گاز. نون لواش آسون، البته یه ذره ضخیم‌تر از لواش، ولی نه دستگاه میکسر میخواد نه هیچ چیزی نمیخواد، همین روی میز خونتون میتونید درست کنید. خیلی هم آسون شروع میکنیم دیگه. رسیپیشو که الان میبینین روی صفحه، ولی یه درصد کمی هول ویت داره که یعنی آرد سبوسدار، بقیه‌اش هم که آرد چند منظور است. اینجا هم که شیر و آب با هم قاطیه، ولی حواستون باشه که دماش بالای بین 35 36 درجه سانتیگراد باشه، بیشتر دیگه خیلی نه. بعد یه مقدار کمی شکر، اینم اینستنت ییسته که یه ذره با اون اکتیو درای ایستا فرق میکنه، کوچیک‌تره. اصولا میتونین تبدیل کنین از اون بریزین. اگر خواستین از اون پاکتیا بریزین، تقریبا 1/3 پاکت رو بریزین. نمک و اینم روغن، نصف روغن زیتون، نصف روغن همین کورن گیاهی. آره گیاهی. خب دیگه همین، فقط مطمئن باشین که این شیر و آب از اون دما بالاتر نیست، پایین‌تر نیست. 35 تا مثلا 36 37. همیشه اول مایه‌مون رو میریزیم، شکر و ییست. این خیلی آسونه، اینو میتونین درست کنین بذارین توی یخچالتون تا یه حتی 5-6 روز میتونین استفاده کنین، همینجوری خوشمزه‌تر میشه. یادتون باشه موقع اینو درست کنین که وقت دارین، از یه روز قبل درست بکنین، راحت تره، مزه‌ش هم خیلی بهتر میشه. آره هرچی میمونه مزه بهتر میشه. روغن هم اضافه میکنیم، نمک رو میذاریم بعد از اینکه آرد زدیم، چون نمک روی ییست اثر میذاره. اینم اگر که خواستین میتونین الک کنین، نخواستین هم نکنین. شروع میکنیم هم زدن. اینو میتونیم با یه قاشق یا بهتره با یه چنگال. اگه از اینا هم داشتین که چی بود اسمش اینا؟ آفست اسپچولا اسمش. آره. خیلی نیست، فقط تا موقعی که این با خمیر خودشو بگیره دیگه بعد از اون بیشتر نمیتونین اصلا با این کار کنین. بعد از اونجا به بعد این وسیله که خیلی به درتون میخوره اگه به نون میخواین درست کنین، هم این اینا بهش میگن حالا کاردک پلاستیکی، کاردک فلزی. این رسیپی که الان میبینین بهتون 4 تا نون 120 گرمی میده. اگه خواستین خیلی زیاد کنین، مثلا 5 برابر 6 برابر درست کنین، اون موقع آردو کم کم اضافه کنین، ولی خیلی هم مهم نیست. میتونین همه این داستان رو تو این ظرف تموم کنین، ولی من از اینجا میارمش روی میز. توی نون حواستون باشه که خیلی مهمه که وزن رو درست رعایت بکنین. تمام نون به اندازه گیریه. چشمی هم میشه، ولی خب بعداً اگه میخواین همیشه مثل هم باشه با وزن. اگه دیدین خمیرتون خیلی خشکه، یه ذره آب اضافه کنین. اگه دیدین خیلی خیسه دیگه اصلا نمیتونین باش کار کنین، یه ذره آرد، چون آردا تو جاهای مختلف فرق میکنن. ولی در مجموع باید یه مقداری چسبناک باشه، یه مقدار باید به دستتون بچسبه، خیلی کم. کل ورزیدنش هم نباید بیشتر از 5 دقیقه اینا باشه، زیر 5 دقیقه. بیشتر ورز بدی چی میشه؟ خب ما نمیخوایم خیلی گلوتن این زیاد بشه. هر چی شما نون رو ورز بدید خب مقدار یعنی گلوتنش بیشتر میشه. ولی خب این چون نونیه که ما نمیخوایم خیلی سفت بشه، نمیخوایم خیلی شل باشه که پاره بشه سعی. این خیلی نون خوبیه برای کباب، برای زیر کباب، یا برای اینکه باش ساندویچ درست بکنید. امروز چی میخوای درست کنی برامون؟ امروز جوجه کباب. جوجه کباب. همینجوری که اینو ورز میدی میبینید که داره خنک میشه، چون یه مقدار گرم بود اون شیر و آب. البته ما نمیبینیم، ما تو داری میبینی الان. آره. چون شما میذارین توی یخچال، اینم اگه بذارین برای روز بعد، از هر کاری با ورز دادن میخواستین بکنین خودش زمان اون کار رو انجام میده براتون. خب وقتی تموم شد میتونین یه فشارش بدین، آروم برمیگرده بالا، ولی تا تم نمیاد بالا. این نشونه خوبیه برای این نون. دیگه یه ظرف و یه مقدار روغن زیتون توش بزنین. من روغن زیتون میزنم، میتونین روغن عادی بزنین.
هم تو این ظرفا میتونیم بذاریم توی یخچال، هم من تو این دوست دارم برای یه پورشه، یعنی این رسیپی همینقدر این ظرفا عالیان. میذارم تو چون جا تو یخچال کمتر میگیره. اونم کفش زیر روغن زیتون زدم. میذارمش، من فردا استفاده میکنم و یه 20 دقیقه تو دمای محیط بذاریم باشه که ایست اکتیو بشه، یعنی کارشو شروع بکنه، بعد بذاریم تو یخچال تا این بالاها میاد، دقیقاً 2 برابر میشه. این بهترین جام کم میگیره. خب این 2 برابر رسیپیه که شما دیدین، اینقدر بزرگ شده. همیشه یه مقدار آرد اضافه داریم، من تو آردم سبوسم داره برای اینکه زیر اینا بریزیم. شروع میکنیم اینو در میاریم. من خیلی دوست ندارم پف نون رو بگیرم، توصیهم خیلی نمیکنم. زیرش یه کوچولو خیلی کم آرد میریزیم، میری کنار. بعد اینو به پورشن‌های 120 گرمی برای این کار تقسیم میکنیم. اینو باید یه ذره سریع این کارو بکنیم که نونا خشک نشه. خب اینا رو 120 گرمی، البته 120 گرمی یه سایز حدوداً یه نون خوب، سایز خوب بهتون میده که برای اون چیزی که من روش میپزم خیلی سایز مناسبیه. دیگه الان مجبوریم یه ذره گازش از بین بره، ولی سعی کنید خیلی اون هوا توش از بین نره. دیگه اینا چونه میکنیم، برای چونه کردن هم میاریم زیر خودش همینجور گردش میکنیم تا شبیه یه خمیر گرد بشه با دستمون اینجوری. دیگه خیلی تکنیک‌های مختلفه، میتونیم بذاریم این رو یه کوچولو بچرخونیم که اون زیرش بسته بشه، خیلی مهمه که این بسته باشه. بعد دوباره یه مقدار کم آرد اینا رو میذاریم اون رو. چون تعداد کمه من همه رو انجام میدم بعد روشو میپوشونم چون سریع انجام میشه. اگر تعدادتون زیاد بود دیگه همینجوری هر یه دونه رو که میذارین روش یه دونه پلاستیکی چیزی بکشین که خشک نشه. سایزهای 120 گرمی چونه کردم، یه دونه میمونه کوچولو که این اتفاقا مثل پامنقلی نونه، اونجا خودتون میخوریم ببینید چه باشه. روشو حتما بپوشونید. بعد یه دستمال تمیزم بندازیم، بذارین یه جای گرم. مثلا میتونید بذارین توی فرتون، چراغش رو روشن کنین، فقط یه 20 دقیقه بمونه. یه برابر و نیم که شد درش میاریم، چراغش رو روشن میکنیم، میریم تا یه 20 دقیقه دیگه. خب تقریبا یه برابر نیم شد، یه 20 دقیقه 25 دقیقه گذشت، بستگی داره چقدر گرمه. این هول ویتر هم که توش سبوسا رو میتونیم ببینیم، یه ذره خب هلتر. من یه بار اینا رو به شکل یه دیسک در میارم، میذارم، یه کوچولو استراحت میکنه که دوباره بتونم راحت بازشون بکنم. دیگه هر دفعه که میخواین اینا رو استفاده کنین یادتون باشه زیرش یه کوچولو آرد باشه که نچسبه، روش هم یه ذره آرد بریزین. میتونین مستقیم یه بار بزنین این تو رو بردارین. این آرد منم دوباره ترکیبی از آرد چند منظوره است با یه مقدار آرد سبوس داره. یه وردنه کوچیک میخواین چون خیلی این با وردنه همه کار انجام نمیدیم. در همین حد که باز کنید شروع میکنه به مقاومت کردن، همونجا دیگه ما وای میسیم. میذاریمش دوباره یه مقدار آرد رو میزتون بریزین یا روی سینی، اینو بذارین اونجا، روشو میپوشونیم تا دونه دونه همه این کارا رو بکنیم. بعد به همون ترتیب برمیگردیم اینا رو بازتر میکنیم تا اینا تمام شه. اونم استراحتشو کرده. خب تا ما همه اینا رو یه کوچولو باز کردیم، اون اولیام ریلکس شدن و میشه دوباره باشون کار کرد. این اون اولی رو برمی‌داریم میذاریم، یه مقدار کمی روش دوباره آرد میریزیم، بقیه رو پوشیده نگه داریم که خشک نشه روش. دیگه یه کوچولو باز میکنیم، بقیهش با دست. بر همین وردنه بزرگ نمیخوایم. شروع میکنیم از لبه میکشیم، نمیخوایم وسطش نازک‌تر شه، میخوایم لبه هاش یه مقدار نازک‌تر شه. بعد میتونین این مدلی بکنین. این کاری که میکنین خب یه ذره آردم ازش میریزه، اون آرد اضافی میتونین بندازین بالا بگیریم، هر کار بخوایم میتونین. اینم هم وقتی میچرخه هم یه ذره بزرگتر میشه، هم آرد اضافهش میشه، در همین حد. بعد میایم اینجا. بچه این واکه خب باش غذای ایژن درست میکنم، میتونین ساج اگه دارین استفاده کنین یا پشت یه مایتابه، ولی من از این خیلی خوشم میاد. زیرش حرارت متوسط رو به زیاده، کاملا داغ شده، مطمئن باشین تمیزه. نونتون رو
که باز کردین انقدی میندازین روش، سریع با دستتون اینجاها رو میتونین بکشین تنظیم کنین. یه چند ثانیه‌ای هیچ کاری باش نداریم تا اینجاها یه ذره شروع کنه باد کردن. خیلی سریع هر کدوم آماده میشه. در همین حد که میبینین حبابا شروع شد، من اینو میچرخونم. این کار رو کسایی بکنن که یه ذره آمادن برای اینکه یه ذره دستشون داغ شه، چون این داغه دیگه، بالاخره نون درست کردن یه ذره زحمت داره. از اینجا به بعد من نمیخوام نون خشک شه، میارم پایین رو آتیش مستقیم که لبه ها شروع کنه به پف کردن و پختن. اون بوی نونی که قراره در بیاد اینجاست که در میاد. ببین باد میکنه. این به تمام زحمتش میارزه. نون خوشمزه میشه. بعدا میتونین اونوری کنین، یه نگاش بکنین، این شکلی شد دیگه. این الان آماده است در همین حد. من هر نون که آماده میشه یه چند ثانیه میذارم این رو که زیرش بخار نکنه، ولی روش رو میپوشونم همینطوری. بعد میذارم روی این تا نون بعدی بیاد. من مثل نمیخوام هوا بخوره، اتفاقا میخوام یه کوچولو نون حالت لاستیکی هم پیدا بکنه. خب این نون که درست شده، ما امشب باش جوجه کباب با سالاد گوجه فرنگی و ترخون یه کوچولو سماق هم میریزیم. این البته سماق خیلی راستاسکی یه ذره ترشه. بعد دیگه اینا هم که توشه ترشی پیاز و فلفل کبابی و ریحون و ماست و خیار و دیگه جای همه خالی. به به.